سلام دوستان، امروز درباره فایده و ضررهای توت زمینی یا که زیملینیکا صحبت میکنیم. همچنین روش‌های استفاده و نگهداری آن را خواهیم فهمید. توت زمینی با عائله‌های بوت‌میوه داخل شده چند نمود این میوه وجود دارد و همه تابستان و تیر ماه به جمع‌آوری آن مشغول میشوند. بلندی درخت توت زمینی کم بوده از 20 سانتی متر زیاد نیست. برگ‌هایش سبز و رویش پر از مورچه ها است. چه فایده ناکتر است؟ توت زمینی یا که کلوبنیک. هر دو این میوه ها برای بدن فایده آورند. در ترکیب آنها ویتامین ها و آنتی اکسیدانت های زیاده است که در وقت دردهای گوناگون استفاده می شوند. با این نگاه نکرده آنها را در بیماری های گوناگون استفاده می برند. زیملینیکا کار سیستم عصب را به اعتدال درآورده در وقت انگینا یا گمرا یاری می رساند. کلوبنیک هضم خوراک را بهتر کرده کار عضوهای پیشابران را به اعتدال می آورد. هر دو این میوه ها با بدن ماده های فایده‌ناک رسانده ایمونیتت را میبردارند. زیملینیکای وحشی با ترکیب بای ویتامینی و مینرالی خود فرق کرده از کلوبنیک بهتر دانسته می شود. اما اگر آنها را در یک زمین رشد کرده باشند، ترکیب ماده های فایده آورشان یک خیل است. خصوصیت های فایده آور زیملینیکا: کامپوننت های لازمه بدن در ترکیبش موجود است. سفیده، ویتامین ها، مینرال ها، آنتی اکسیدانت ها، روغن افیر و کسلت های ارگانیکی. همه این مواد در یک جایگی کار دستگاه هضم، عصب، دل و رگ‌های خونگرد را بهتر کرده مبادله ماده ها را سرعت می‌بخشد. همچنین در برابر گرسنگی و تشنگی مبارزه می‌برد. التهاب را برطرف کرده بهبود زخم معده و روده را سرعت می‌بخشد. با خصوصیت‌های پیشابرانی خود برای از بین بردن ورم‌ها و برآوردن زهرها یاری می‌رساند. در ترکیبش آهن دارد که برای مبارزه با کمخونی خیلی خوب است. در طب خلقی نه تنها میوه بلکه برگ‌هایش را نیز استفاده می‌برند. آنها را هنگام استما برانخیالی، اتروسکلروز به کار می‌برند. همچنین تونوس رگ‌ها را معتدل کرده فشار خون را به اعتدال می‌آورد. محلولی که از برگ‌های زیملینیکا تیار می‌کنند خاصیت آرام‌بخشی دارد و خواب را خوب می‌کند. اگر صبح چای آن را بنوشیم بدن را قوت می‌بخشد. باز این نوشاکی برای پیشگیری پیدایش اتروسکلروز کمک کرده خونگردش را به اعتدال می‌آورد. تیار کردن این محلول خیلی آسان است. برای این 20 گرم برگ خشک و میوه زیملینیکا را گرفته با بالای آن یک استکان آب جوشیده می‌ریزیم. سپس یک ساعت آن را نگاه می‌داریم و آن را می‌پالانیم. بعد پیش از خوراک یک قاشقی می‌نوشیم. این محلول فشار خون را پست کرده کار دل و رگ‌های خونگرد را بهتر می‌کند. محلول تیار شده از برگ زیملینیکا برای بلند کردن اشتها در بیماری‌های گوناگون یاری می‌کند. همچنین در وقت سلفه برآوردن بلغم را آسان می‌کند. این محلول را برای گمرای به طور سطحی استفاده بردن ممکن است. فایده‌های زیملینیکا یا توت زمینی: آنتی اکسیدانت های ترکیب زیملینیکا بدن را از سرطان‌های بدصفت نگاه می‌دارد. باعث ویرانشوی گردش خون در حجیره‌های سرطانی شده آنها را به مرگ می‌رساند. آنتی اکسیدانت ها عمر حجیره‌های سالم بدن را دراز کرده بدن را جوان می‌کند. استفاده دائمی زیملینیکا ایمونیتت را بلند کرده سلامتی را بهتر می‌کند. با درد سر، استرس، خستگی و بی‌خوابی مقابله می‌کند. حالا فایده‌های زیملینیکا را برای زن و مرد در جداگانگی و فایده‌های آن برای کودکان، ضررها و ضد نشان‌دادهای آن را بررسی می‌کنیم. زیملینیکا برای سلامتی زن. این میوه به سلامتی زن تاثیر دارد. آن خونروی زیاد را در دوره حیضی پیشگیری کرده باعث پیشگیری نابودشوی گیموگلوبین ها و کمخونی می شود. همچنین در ترکیب زیملینیکا ویتامین های گروه B، بیوتین و زینک موجود است که برای سلامتی پوست، مو و ناخن لازم است. اگر این میوه را به خوراک‌های هر روزه داخل کنیم تب را خشک کرده سلامتی را خوب می کند. اثبات شده است که زیملینیکا مبادله ماده ها را سرعت بخشیده باعث خراب شوی می شود. آن را با ترکیب ملهم های گوناگون تقویت بخش برای پوست روی نیز همراه کردن ممکن است. زیملینیکا برای سلامتی مردها. مثل ارگانیسم زن برای مرد هم فایده های زیاد دارد. استفاده آن قوت محافظتی بدن را زیاد کرده در برابر اینفکسیه های بدن با قوت می شود. به حالت ایموشنالی یاری رسانده برای مبارزه با استرس و سست‌شوی حافظه یاری می رساند. قوت مردانگی را زیاد می کند. در ترکیب زیملینیکا مقدار زیادی کربوهیدرات ها و ویتامین ها و مینرال ها هست که بعد کارهای جسمانی بدن را باز پرزور می گرداند. به همین خاطر ورزشکاران یا آدمانی که زندگی پرمهنت دارند باید زیملینیکا را زیاد استعمال کنند. داروخطها برای استفاده زیملینیکا.
در وقت التهاب غدود زیر معده یا پانکراتیت. در روزهای اول اوجگیری این بیماری استعمال توت زمینی توصیه داده نمی شود. وقتی درد کاهش یافت می توان این میوه را بیشتر استعمال کرد. می توان محلول از برگ توت زمینی تیار کرد. برای زود برطرف شدن التهاب و بهبود یافتن غدود زیر معده یاری می رساند. باید یک قاشق کلان برگ‌های خشک توت زمینی را گرفته با آن نیم لیتر آب جوش می ریزیم. محلول را مدت 1-2 ساعت نگاه داشته سپس می پالانیم و صبح و شام نیم استکانی می نوشیم. در وقت میوما این سرطان خوش‌صفت با اندازه‌های گوناگون برای زندگی و سلامتی خطرناک نیست، اما میتواند کلان شود که به خونروی‌های به آخر آورده می‌رساند. با این داروخانه میتوان با این بیماری مبارزه برد. روی زملینیکای تازه و برگ‌هایش 1 استکان آب ریخته 2-3 ساعت نگاه دارید. سپس پالانده به مقدار کم آن را استعمال کنید. مقدار استعمال آن را از بدن شخص و اندازه میوما وابسته دانید. در وقت سنگ تلخدان برای پیشگیری حاصل شدن سنگ در تلخه و برای آب کردن ریزه سنگ‌های خردیان از این داروخط استفاده کنید. با 1 قاشق برگ خشک زملینیکا 1 استکان آب جوشیده بریزید. بعد آنکه آمیخته شد نوشاکی را با 3 قسم جدا کنید. در این نمود بیماری همچنین ساک تازه زملینیکا را هر صبح در معده خالی نوشیدن ممکن است. آن به جداشوی تلخه و هضم خوراک یاری می‌رساند. در بیماری‌های گرده در التهاب راه‌های پیشاب برار این محلول را که خصوصیت ضد میکروبی و ضد ویروسی دارد آماده کنید. در یک ظرف 2 قاشق کلان برگ‌های زملینیکا را گذاشته با آن 2 استکان آب جوش ریزید. آن را 30-40 دقیقه گذارید تا دم گیرد. سپس محلول را دائمی پیش از خوراک بنوشید. برای تثبیت پیشابرانی داشتنش و برآوردن سنگ‌های خرد گرده نیز این محلول را تیار کردن خوب است. در 1 استکان آب جوش آمده 1 قاشق برگ زملینیکا را ریخته بگذارید که خنک شود. سپس آن را بپالانید و 4-5 بار در یک روز نیم استکانی بنوشید. این طبابت را 7 تا 10 روز دوام دهید. پیش از استعمال این نوشاکی با طبیب مصلحت کنید. اگر سنگ گرده ها کلان باشد این نوشاکی را نوشیدن ممکن نیست. در التهاب معده یا گاستریت در وقت اوج گرفتن بیماری از استعمال همه گونه میوه باید خودداری کرد، چون که آنها کسلت نوکی معده را بلند کرده التهاب را زیاد میکنند. در دوره آرامی معده خوردن زملینیکا ممکن است، اما خودش را به تنهایی نه و نه در معده خالی. می توانید آن را در کشت، تورog یا اینکه سمیتن آمیخته کرده بخورید. در وقت پدگره زملینیکا خاصیت پیشابرانی دارد و می تواند نمک، کسلت‌های پیشاب را از بدن برآورده و ورم‌ها را برطرف کند. خوردن میوه در وقت بیماری پدگره ضدیت ندارد. زملینیکا درد در بقم‌ها را کم کرده می توان آن را به تنهایی استعمال کرد و یا از آن محلول آماده کرد. برای جگر زملینیکا زهر و ماده‌های نالازم را از بدن خارج می‌کند و برای همین برای تازه کردن خون به جگر یاری می‌رساند. همچنین این میوه برای برقرار کردن حجایره‌های مرده و آنتی اکسیدانت‌های آن از مرگ بر وقت حجایره‌ها پیشگیری می‌کند. برای جگر این چای را آماده کنید. در استکان 2 قاشق برگ خشک زملینیکا را ریخته آب جوش و بله‌اش ریزید. بعد پختن چای آن را به مقداری کم پیش از خوراک بنوشید. زملینیکا را به طور یخ زده نگهداری کردن ممکن است. برای نگاه داشتن ماده‌های فایده‌ناک و ویتامین‌های ترکیب توت زمینی آن را می‌توان به طور یخ زده نگهداری کرد. این آسان‌ترین روش نگهداری خصوصیت‌های فایده‌آوری آن است. آن را می‌توان به طور زنده یا آمیخته با دیگر میوه‌ها یا آمیخته با شکر در خلادیلنیک نگاه داشت. مهلت نگهداری آن 1-1.5 سال است. طور درستی استفاده زملینیکا چیست؟ برای به مزه اساسی و فایده های آن رسیدن باید آن را به طور زنده استعمال کنید. فراموش نکنید که میوه را بعد چیدن خوب شستشو کنید، اما با آبی جوش نشویید، چون که ویتامین و آنتی اکسیدانت های آن نابود می شود. آن را می توان در یخماز، قایماق، در تارت و در دیگر پختنی های دیگر علاوه کرد. در یک روز چقدر زملینیکا خوردن ممکن است؟ بهتر است که زیاد استعمال نشود، چون که ریاکسیون های آلرژیکی را پیش می آورد. برای کلانسالان استعمال 150 گرم و برای کودکان 2 برابر کمتر خوردن معیار به حساب می رود. استعمال زیاد آن هضم آن را مشکل کرده و دمیش شکم را پیش می آورد. ضد نشانداد و ضررهای توت زمینی. هر ماده هم جهت خوب و هم جهت بد دارد. استفاده زیاد این میوه باعث ضررهای گوناگون می شود. اول اینکه زملینیکا آلرژنی با قوت است و در سن سال کودکی باید با احتیاط مصرف شود.
اول 1-2 دانه آن استعمال شود و به نتیجهش اهمیت دهند. الرژی به زودی نه بلکه 2-3 ساعت پس پیدا می شود. در صورت دانه‌چه ها می براید، مدفوع و ویران می شود یا درد در موضع شکم پیدا می شود. اگر یگان نشانه های ضرر دیده نشد پس می توان مقدار میوه را زیادتر بخورد. در وقت بیماری التهاب معده، غدود زیر معده، روده ها نباید زملینیکا را بخورید چون که تأثیری برانگیزنده به پرده لعابی دارد و درد را زیاد می کند. این ماده خاصیت پس کردن فشار شریانی را دارد. به همین خاطر اگر شما داروهای فشار پس کننده استعمال میکنید پس در خوردن این میوه احتیاط باشید. با کودکانی از 6 ماه پایان دادن زملینیکا ممکن نیست چون که سیستم هاضمه آنها پورا انکشاف نیافته است و باعث پیدا شوی کولیک و ویران شوی مدفوع میگردد. اگر زملینیکا در معیار استعمال شود به بدن یگان ضرر نمیرساند بلکه به خاطر خاصیت‌های شفابخش خود بسیاری از بیماری‌ها را درمان میبخشد. این میوه را در فصل‌های رویشی آن استعمال کنید و از ویتامین‌های ترکیبش بهره‌ور شوید که باعث بالید طبیعی و ایمونیته به قوت شما می‌شود.